سلام به جوجی بکس خفن، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با پارت جای خدای جنگ 2. دوستان باگ بازی پارت قبلی، همون بازی که یهو لگ زد کامل افت فریم و چیز داشت، یعنی کلا بازی وایستاد، اونو حل شد به خاطر صفحه نمایش بود. اسکرین ریکوردر بود. آره دیگه دوستان، یکی از بچه اومده بود زیر که پست کامنت، ببخشید زیر ویدیو قبلی کامنت گذاشته بود چجوری بازی رو نصب کنیم. عزیز من، بازی رو دقیقا همون جی تی ای ویه، یعنی همون جی تی ای ویه، فقط در چیزه، یعنی منظورم اینه که فقط یه بازی دیگه است، یعنی دقیقا طریقه نصب شبیه همون جی تی ای ویه، یعنی هیچ فرقی نداره. اگرم بخوای میتونم براتون بزنم، ولی اینو گفتم اگه نتونستی نصبش کنی بگو تا بذارم برات. یکی از دوستان بهش گفته بود چجوری باید نصبش کنی، ولی حالا نتونستی هم بگو تا برات طریقه نصبش رو بذارم. آره دیگه. بازی سرعتش خیلی اومده پایین، نمیدونم چرا هنوزم برای این اسکین ریکوردر، ولی این خیلی بهتره، این دیگه این لگو نمیزنه. پول پدر مادر تو قدرت کریتوس رو زیر سوال میبری، با جون خودت بازی نکن. دوستان یه سری جعبه های خون و جعبه های اصلا جعبه آبی و سبز اینا اینجا گذاشته هست، یکم اون پشته یکم اون بالاست، ولی نگیریمدشون بهتره. چرا؟ چون که الکی وقت خودتون رو تلف میکنید. وقتی میخواید شمشیر اولیمپیوس رو در بیارید دست تو زمین، یعنی الکی وقت خودتون رو تلف میکنید. وقتی که میخواید شمشیر اولیمپیوس رو در بیارید همشون میبرید، یعنی هر چقدر چیز جمع کرده بودید الکی میدید تا میره. بذارید بعد از اینکه شمشیر اولیمپیوس رو در آوردید بعدش تلاش کنید خون و اینا بگیرید، شمشیراتون رو مکس کنید، وگرنه اونجوری دیگه از نظر من فایده ای نداره، خیلی الکی وقت خودتون رو تلف میکنید. پول لاشی زد منو. به این طرف، به این طرف، به این طرف، به این طرف. آفرین. این فوده همیشه خیلی لاشی بود، نمیدونم چرا. ای برس 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 برس، آره یکی بگی برس لاشی. برس گرفت. بگیر 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 گوه خورده. بزن. نباید میگرفت، نباید میگرفت. اوه نصف جونمون رفت. برو اون طرف. سرسره بازی.
آها جونمون کمه، فکر نکنم بتونیم ببریمش. باید بریم یه دور دیگه فکر کنم. البته یه دور دیگه که باید دستش بره تو، یعنی اون که دستش هم باید بره اون تو، ولی فکر نکنم اونو بتونیم ببریم. یعنی دوباره با از اول بریم دوتاشو ببریم چون جونمون کمه. ولی ما سعی تلاشمون برای اینه که ببریم. حالا دیگه هرچی خدا بخواد. اوه بیشا خدا. یکی از دوستانمون هم اومده بود زیر ویدیو پارت یکش گفته بود که پوکو ایکسی داداش اون تنظیمات آذر اس ایکس 2 خیلی تاثیر داره رو قدرت سرعت فریم بازی. یعنی فریم بازی رو خیلی نه جون داد، فریم بازی رو خیلی 10 برابر میکنه تقسیم داره. نه 10 برابر که نه، 10% تقریبا خواهش میکنه. 10% هم کم نیست داده شدم. I am the god. با این جملهش خیلی حال میکنم. I am. این با من شوخی نکنم، اندازه شوخی نیستی مثلا. دوستان الان من بازی رو داخل روی هارد دارم باز میکنم، یعنی آره دیگه. خلاصه نگو کنین تو مثلا باره لگ زد بابا، قرار نبود لگ بزنم. بیا عقب بیا عقب. فکر نکنم بزن. زدیمش. نه جونمو رسید. با من پروپلیر بودم، کسی منو باور نداشت. باور کن. دوستان از بابت این که فکر نمی کنم صدای کیفیت صدا پایین باشه، ولی اگه پایین بود دیگه عذر میخوام دیگه نمیشه کاریش کرد فعلا. البته حالا درستش میکنم. پول داشتی خیلی با این صحنه حال میکنم. میاد میگیره تو دستاش باید دستاشو باز کنه دستاشو میچینه. خیلی عالیه. انصافا که حال میده. دستش هم کم نمیکنه. الان ما باید در رو باز کنیم بریم همه رو بکشیم. خوبه. باز لگ زد. این دوتا همش خالی بودن، چجوری الان پرن؟ یه سوال دارم، چجوری الان پرن؟ آقا من اینا خالی نبودن. جون با همون چیز آبیه. دوستان من اسمشون نمیدونم واقعا، اگه کسی میدونه داخل کامنت ها بنویسه.
دیگه هر موقع گفتم آبی سبز دیگه خودتون میدونی چی میگم. دوستان بازی سیف کنیم نکنیم ولش کن، میریم داخل چیز بعدی سیوش کنیم. دوستان میخوام یه کار کنم، مثلا اگه هر وقت هر پارتی همین چیزای زردی هست که داخلشون سیو میکنی بازی رو، تا اونا میریم بعد بازی سیو میکنیم میریم برای پارت بعد دیگه ببینیم. اگه باز لحک زد دوستان این فکر کنم برای داغ شدن میشه، چون خیلی داغ میشه، چون بازی خیلی سنگینه. یعنی بازی PS2 بازی نیست که بگیم داغ نشه، داغ میکنه دیگه. هر جا بتونیم میریم ببین خدا چی میخواد. خیلی لگوه حجوی میزنه، نزنیم وایسی تا بیام. نزن از کرد چیزی اون نیم ساعت وایساده بود تا این نیم ساعت نزد. این هم زد یعنی همه کار کرد ولی هنوز نزده بود. منطق بازی شکر لک وای لک. یعنی این لگه خیلی رو اعصابه. دوستان یه چیزی که هستم بگم، اینو اینجوری میتونی بشکنی این آقا روشه. البته میدونم زیاد جالب نیست بگم خوب. دوستان این MS چیه؟ دورش خط میکشم. این چیه حاجی؟ من نمیدونم این چیه. همیشه هم هر وقت میره بالا، یعنی میره بالا سرعت گوش خیلی میاد پایین، نمیدونم چرا. MS چیه؟ اینترنت میدونه یا نه؟ میزنمش اینجا. دوستان این پارت هم نه بذار بیشتر بریم، اینجوری که تا 30 تا پارتی فعلا اینجا هستی. دوستان در ضمن بگم زیرنویس این بازی کمتر میتونی پیدا کنی، یعنی خود بازی هستم ولی زیرنویسش کمتر جایی گیر میاد. یعنی گیر هم بیادم معمولا پولی میذارم، یعنی رایگان که استفاده کنیم میذارم تا جایی که من میدونم. خونو بگیرم میدونم بیشترش لک. یکی دیگه تمام. 200 210 220 256. برو یکی دیگه 330. چرا این آخری رو زدم؟ 330 کی تا الان انصافا 330 رو زده بود؟ انصافا دوستان این پارت هم دوباره داره لگ میزنه. پارت هم همینجا به تموم میرسونه چون خیلی لگ میزنه، خیلی لگای بدجور میزنه، واقعا نمیدونم چیکارش کنم. برای پیدش کنم اونجایی که بریم میره برای گول که اولو بزنه قشنگ میریم سپورت بعد. نمیدونم چرا واقعا لگ میزنه، یعنی پولم ندارم یه چیز خوبی بگیریم. من ریدم به این زندگی.
دوستان از بابت استوب عذر میخوام. خب الان با بریم اینجا. آره اینجا بود که شمشیر اولیمپیوس خودشون نشون میده. اینجا رو میبینیم دیگه پورتو به تموم میرسونه. لگ بعد چی میزنه اینجا خیلی خوشگله. I do not need your help, Zeus. I can take down this beast. I offer you more than help, Kratos. I offer you power. I offer you the Blade of Olympus. It was this blade that ended the Great War and defeated the Titans. Drain your godly powers into the sword, Kratos. Only then will you reach your full potential. Why do you aid me now? What I do now, I do for the good of all Olympus. دوستان صحنه بسیار جذابی دیدیم. امیدوارم که از این پورت خوشتون اومده باشه. 16 دقیقه شد، فکر کنم بس باشه، نمیدونم. نظراتتون رو بنویسید. خوب بود، بد بود. نظر من که زیاد تعریفی نداشت، ولی هر جور خودتون سلام میدونید. خیلی دوستتون دارم. تا دیدار دیگر، بدرود. خدا حافظ.